خوب هستید؟ اول از اینجا نجات یابیم. از اینجا نجات یابیم، بعد به تو نشان میدیم که ما خوب هستیم یا بد. لعنتی گذشته‌ات، آینده‌ات و هفت پشتت را نیست می‌کنم. پدرت هم عصبی شد ها؟ نتیجهش انا این شد. حیوان، تو کیستی؟ تو خود کیستی مردار پلید؟ ما از همینجا نجات یابیم، پدرم هفت پشتت رو از میخ رشکم میکند. این همه گپای پوچ و خالی هست، تهدیدی خالی. من اینها را بسیار شنیدم. در بین یک حقیقت است که در آخر روز از شما یکی میمیرد، لیکن من انتخاب نمی کنم، پدرتان انتخاب می کند. اکنون تو مردی پلید. عزیزی پزیزی انسانی حیوانی فرق ندارد، ولی اکنون تو مردی. من این را خوب میدانم. تو هیچ گپ را نمیفهمیده ای. هیچ. بخند 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 و خیر. ای خدا، کامان نرگون، کامان، صبر کردن نمیتوانم. کامان یگان کار کن، میلیموس یگان کار کن. کامان پسری من در آنجا چیکار دارد؟ این کیست؟ این را کی کرده است؟ ای خدا، عزیز تو را میکشم، تو را میکشم. من به تو چی گفتم؟ به تو نگفتم که روزی از روزها همه یک انتخاب میکنند. این حوض در دوام 3 ساعت پر میشود. 3 ساعت. تو شانسی خلاص کردن یکی از فرزندان را داری. اگر من انتخاب نمیکنم گویی هر دوی آنها را از دست میدی. گفته هایم را شنیدی؟ اگر قوتت رسد مرا بگیر، فرزندانم را سرده مرا بگیر. کمال، یا یکیش را انتخاب میکنی یا اینکه هر دوش را از دست میدی. مرد یا قادر، به من بگو. عزیز تو را دستگیر میکنم، حالا به دستم میافتی. تو را پیدا کرده میکشم، حالا میبینی. شنیدی؟ تو را مییابم و میکشم. مایلش گوش کن. اگر مبادا به پلیس خبر بدی، گردن هر دو فرزندت را میپرم. فهمیدی؟ چی میخواد؟ عزیز با تلفن چی گفت؟ گپ زن. چی شد؟ عزیز کیست این نودم؟ از پسری من چی میخواهد؟ از پسری من چی میخواهد؟ بگو. میخواهد از هر دو یکی را انتخاب کنم، یا قادر یا اینکه مرد، وگرنه هر دوی آنها را میکشند. چی شده ایستاده است؟ چی شده ایستاده است؟ نیلگون آرام شد. چی شده ایستاده است؟ چی شده ایستاده است؟ چی شده ایستاده است؟ برای چی؟ برای چی؟ نیلگون، این آدم بی‌ضرر بود، در نظارت تو بود کو. ها؟ گپ زن، گپ زن. از تندر دست کشیدن بگو. چیزی که خواهی میدهم بگو تا که دست کشد. با تندر علاقه ندارد. این با من نیرنگ میکند، نیتش دیگر است. چی شده ایستاده است؟ آرام شو، آرام شو. چی شده ایستاده است؟ چی شده ایستاده است؟ برای چی؟ نیلگون آرام شو، فرزندانم را میارم. در کمیته امنیت شناس دارم، خبر دادم. آنها جستجو دارند. حتما پیدا میکنم، فرزندانم را پیدا میکنم. و فرزندانم یگان کار کردن نمیتوانم، و این راه نمیدهم. چی کار میکنه؟ فرزندی مرا از اونجا خلاص کن. مرد زور نزن، یگان فایده ای ندارد. زور نزن. خدا لعنتت کند، خدا لعنتت کند.
قادر پدرم از هر دویمون یکی رو انتخاب نمی کند. آنها هم میدانند که پدرم انتخاب نمی کند. آنها چی مقصد دارند؟ از ما چی میخواهند؟ تگی کاسه نیم کاسه است. ما هر دو با پیامک ایجه اینجا آمدیم. ایجه با اینها چی رابطه داشته باشد؟ انیق اینجا چی گپی هست؟ چی گپی هست لیکن چی؟ نمیدونم ولی معلوم می شود. وقتی بسیار ندارد قادر. پدرم ما رو نجات می دید. فهمیدی؟ یگان راهش رو یافته ما رو نجات می دید. چی نگاه میکنی؟ چی میخوای؟ تنها سیگنالی تلفن است. التماس کمی کوشش کنید. التماس. تو چقدر او رو نظارت نکردی؟ ها؟ چرا چاره‌جویی نمیکنی؟ با من نوار فرستادم. زنده به زنده مردن فرزندم رو با من نشان میدیم. چیکار کنیم؟ با پلیس خبر دهیم. گمو با پلیس خبر دهیم. زود. التماس یافتم بیرون. در استانبول با نام عزیز بیهن چقدر خانه و ملک باشد جویید. اساساً خانه های حوزدار را. فهما زودتر باشید. چی شد؟ از برای خدا دستر بگو. سیگنال تلفن قادر و میرت را پیدا کردم. من رفته فرزندانم را میارم، اما التماس شما از خانه نبراید. کمال التماس میکنم میرت رو فراموش نکن. او حالا کودک است. بسیار حادثه های ناخوش رو از سر گذرانده ایستاده است. تو چه ها میگویی؟ مرد قدر و قیمت دارد و قادر ندارد. اگر به انتخاب کردن مجبور کنند اینها رو به یاد بیار. تو چه ها میگویی؟ حقیقت رو گفته ایستادم. خلاص کردن فرزندم رو گفته ایستادم. از من انتظار نشوید که فرزندانم را انتخاب کنم. این چیز هیچگاه نمی شود. هر دویشان رو میارم. هر دویشان رو. من خودم میرم.